صدای قاتل موتور خودرو یا همون ناک. قبل از اینکه با هم ناک رو بررسی کنیم داریم با هم عملکرد عادی یک موتور 4 زمانه که روی تمامی خودروهای ما امروزه هستش رو میبینیم که شامل 4 تا مرحله است. 1 مکش، 2 تراکم، 3 احتراق، 4 خارج شدن دود از اگزوست. حالا میرسیم به ناک. همونطور که دارین میبینین ناک زمانی اتفاق میفته که قسمتی از مخلوط سوخت و هوا بدون رسیدن جرقه شمع بسوزه که دلیل اصلیش هم اینه که سوخت نمیتونه فشار بیشتری رو به خاطر بیکیفیت بودنش تحمل کنه و این اتفاق برای موتورمون میفته. ناک میتونه علتهای دیگه‌ای هم داشته باشه، مثل صفر بودن بیش از حد شمع، مناسب نبودن کد حرارتی یا تجمع و رسوب دوده‌های اگزوست پشت سوپاپ دود. اما اصلی ترین دلیلش عدم سازگاری خودروها با سوخت بیکیفیت داخل ایرانه. با ما همراه باشید، لایک و فالو یادتون نره تا توی پست بعدی راه حل همه این مشکلات رو بهتون بگیم.